ببینید فراخان رو کیا رو میاره بیرون. هر 10 شرکت کننده روی استیج حاضر میشن برای فراخان ها. خب فکر میکنم 5 نفر دوم رو فعلا بیرون میارن، یا 6 نفر یا 5 نفر دوم. مایکل دابول، نایل داروین، دیگو گالیندو، ماتیوس منگید، ماتیو گرگو، خوزه مانوئل. 7 نفر رو بیرون آورد. راند آخر را گذاشت فقط برای 3 نفر. خوزه مانوئل نتونست به فراخوان نهایی برسه. نفر اول از سمت راست، فکر کنم به وسط استیج هم بیارنش. حالا در کنار نایل داروین. بله، خوزه ما رو عوض میکنن. دیگو گالیندو رو مشاهده میکنید وسط استیج قرار داره که اون هم شگفتی سازی کرده در این المپیا. چهره نایل داروین در کنار مایکل دابول سوریه‌ای را میبینید. حالا نایل داروین را وسط میذاره کنار خوزه مانوئل. رقابت چهارم پنجمی بین خوزه و نایل داروین هست. جفت بازو از روبرو. توی این فیگور به نایل داروین توجه کنید. نفر وسط استیج، کمر باریک، چقدر فیزیک بدنش کمک کرده. قفسه سینه از بغل. چهره ماتیوس منگید در کنار ماتیو گیروگو رو میبینید. جفت بازو از پشت. رقابت نفرات چهارم تا دهم رو مشاهده میکنید. ببینید پوست خوزه مانوئل چقدر از پشت بد به نظر میرسه. نفر سمت راست، هرچند پشت پر از جزئیاتی داره و وحشتناک این پشت، ولی خب کیفیت پوستش تو ذوق میزنه. فیگور شکموران. دوباره به نایل داروین توجه کنید. چهره مایکل دابول رو با شماره 9 میبینید و شماره 6 جاستین بادورنیا از کشور امریکا. فیگور مورد علاقه کلاسیک پوز. این بوده از رقابت نفرات چهارم تا دهم. حالا میریم برای فراخوان نهایی. 3 نفر برتر بیرون میان برای رقابت با یکدیگر. 3 نفری که رقابت بسیار نزدیک و هیجان انگیزی رو در راند مقدماتی داشتند. از سمت چپ راموندینو از کشور برزیل، راف دیزل از کشور امریکا و مایک سامرفیلد از کشور آلمان. جفت بازو از روبرو. راموندینو اینجا خیلی خوب دیده میشه. دایناسور برزیلی اومده تا قهرمان جدید دسته فیزیک کلاسیک باشه. ترنس رافین خیلی از راند مقدماتی بهتر شده توی این چند ساعت. هرچی بلد بودن را با مربی شروع کردن تا پیک بدنیش رو روی راند فینال بیاره. جفت بازو از پشت. توی این فیگور هر 3 نفرشون خیلی خوبن. من فکر میکنم مارک سامرفیلد هم تونسته بدنش رو بهبود ببخشه نسبت به راند فینال. فیگور شکم و راند. این فیگور از آن مارک سامرفیلد هست. چهره راموندینو رو میبینید با شماره 45. فیگور مورد علاقه کلاسیک پوز. راف دیزل پس از 1 سال استراحت اومده حالا تا یک قدمی قهرمانی. خب رامان را با راف جابجا میکنن. یه مشتی هم با مارک سامرفیلد به هم میزنن. میرن برای فیگور جفت بازو از روبرو. چهره مایک رو میبینید. قهرمان آرنولد کلاسیک 2025 اوهایو، نایب قهرمان سال گذشته. روی کاغذ شانس قهرمانی از آن مایک سامرفیلد، اما ورزش بدنسازی ورزش روی کاغذی نیست. هر لحظه ممکنه نتایج جابجا باشه و شاهد شگفتی سازی باشی. جفت بازو از پشت به قده هایی که روی باسن راموندینو هست نگاه کنید. اینا توی داوری خیلی تاثیر داره. سمت چپ و راست باسنش 2 تا توده به نظر میرسه. حالا میتونه نشان از التهاب باشه. فیگور شکم و راند. وکیوم خیلی خوبی رو دارن هر 3 نفر.
رقابت جذاب تاپ تیری دسته فیزیک کلاسیک. ببینیم جانشین کریس بامستد و پادشاه جدید دسته فیزیک کلاسیک کیست. حالا مایک سامرفیلد به وسط میاد. راموندینو از تماشاچیان حاضر در سالن میخواد که تشویقش کنن. مایک د بدس میخواد تا نتیجه آرنولد کلاسیک رو تکرار کنه. مایک زیر نظر نیل هیل. چقدر اینجا ببینید شیپ مایک سامرفیلد رو تکمیل کنم صحبت قبلیم رو. مایک زیر نظر نیل هیل تمرین میکنه و توی چند سال اخیر پیشرفت‌های عجیب و غریبی داشته. مایک سامرفیلدی که در مستر المپیا 2023 هشتم شد، ولی در مستر المپیا سال بعد یعنی 2024 تا نایب قهرمانی بالا اومد و حالا به عنوان شانس اصلی قهرمانی داره رقابت میکنه. فیگور شکم و ران. این فیگور از آن مایک سامرفیلد. چقدر 4 سر رانش اینجا درشت دیده میشه. ترفندی که اجرا میکنه با خم کردن پاش، این خمره بودن عضله 4 سرش رو بیشتر نشون میده. فیگور کلاسیک پوز. این فیگور رو من به مایک میدم، خیلی خوب فیگورش رو اجرا میکنه. این بود از 3 نفر برتر. پیش بینی من قهرمانی مایک سامرفیلد هست. خودش هم یه جورایی مثل این که میدونه اینو. این بود از رقابت 10 نفر برتر راند فینال مستر المپیا.